سلام خدمت همه دوستان عزیز. این آموزش تراز کردن سقف‌ها رو دارید. بهترین راهش اینه که شما یه تراز لیزری اگه دارید به این شکل میچسبونید، قبلش یه آهن به دیوار گشت میکنید، بعد تراز لیزر رو آهن میچسبونید. وقتی چسبوندید شما پایین‌ترین نقطه سقف رو در نظر میگیرید که این قسمته. حالا شما نگاه کنید ببینید 2 میل گچ افتاده اینجا. وقتی 2 میل اینجا گشت میفته ما بعد جا دیگه دست شما نیست. ممکنه 5 سال گشت بیفته، ممکنه 6 سال، ممکنه 3 سال بیفته. و شما باید اگه میخواید سقف تراز شه به این شکل ببینید اینجا الان شما نگاه کنید چیزی حدود الان 5 سال داره گشت میفته. این الان 5 سال گشت مینداختیم نسبت به اون که 2 میل افتاده این تازه تراز این خطی سقف نشون میده. و برای تراز کردن و جسم کشی سقف شما باید حتما خط لیزر از روی کرومتون رد بشه. یعنی به این شکل خط لیزر وقتی میذارید دیده بشه رو کروم، یعنی کروم بیفته زیر خط و همه سقف رو به این شکل تراز کنید. بهترین و ساده ترینش رو همینه. حالا اگه شما لیزر ندارید، تراز لیزری ندارید، از ریسمون استفاده کنید. از ریسمون هم که استفاده کنید 4 گوشه کارو 4 تا کروم میذارید، ریسمون زبدری میکشید. ریسمون زبدری که کشیدید پایین ترین نقطه‌تون به دست میاد. دقیقاً به همون شکلی که خدمتتون عرض کردم پایین ترین نقطه که به دست اومد 2 میل گچ میندازین، بعد کروم‌های دیگه‌تون رو تنظیم میکنید. ولی خب اون به این تمیزی در نمیاد کار. ولی خب یه سری هستن ندارم میتونن اون کارو انجام بدن. ولی راه درست و اصولیش اینه که الان شما نگاه کنید قشنگ معلومه 5 سال گچ افتاده و این قسمت 2 میل. این قسمت هم شما اگه نگاه کنید این خط لیزر ما اینجا 5 سال داره گچ میفته. ممنون از همه دوستان. خدا نگهدار.